یا بیعقلی و بیشرمی جوانای نوخانه‌دار را می‌بینم در داخل شبکه‌های اجتماعی زیق میشن. شب و عروسی که نو زندگی خودشان آغاز کردگی‌اند، از روز اول بی‌غیرتی و بی‌ناموسی خودشان نشان میدن. سر استول سر تخت میشینند و دیگر برادراش با گورکا گفته‌اند تاجیک مسلمان دخترم تاجیکای و هم تاجیکای هر دوش با مسلمانند. در سر استول قطعی عروس لو بلاو مره به همورستان پدر و مادرش در گرد و بناش، پدر و مادر عروس هم در گرد و بناشونه. ای پدر و مادر عزیز، شما گناهگارین با بیناموسی رفتن فرزنداتون، شما گناهگارین. نه خب پدر اجازت یکی فرزند شد در بین مردم گفتی همو گپا که به همه عملا دست زدن مردن تنبه های شما تقلید به اروپا و به ایجا میکنین. بیدار شوین، فرهنگ تاجیکی ما به این چیز راست نمیبیو. بیای ما بابای ما یگان توش در سر تخت لو بلاو نمیکردن. بیا و بابای ما یگان توش عروساشون سر تخت نمیبرورن، در مردم نمایش نمیدادن. نعوذ بالله این چی گپ شده سر من نمیدونم. ای بچه یا ویدیوی دیگه را دیدم دختر تورتا دادن بچه تورتا دادن دختر میمونه با دختر گشته دادن بچه میمونه که نمیدونم چی خیلی همین میکشه یک شپلوغ عروس دامو سر تخت میزنه میشینی میخد جنگ. ای روزی اول دل سیاهی، ای روزی اول خانه ویرانی. برای چی؟ برای کی؟ به عمل شیطانی دست دادستین. از جهت دین مقدس اسلام هم این چیز راست نمیبیو و از فرهنگ و از جهت فرهنگ و مدنیت تاجیکی خودمونم همین چیز در ما راست نمیبیو. ای پدر و مادرای عزیز اجازت نتین همین چیزا دا. غیرت شما کجا شده؟ جوان تاجیک گذشته های ما این کارو دا دست نمیزدن. آخی من نمیدونم به خدا ناموسی همین خیلی پدرها را چه خیلی ناموسشون میبرداره که یا که نایل پدر رو بس امکیای هموش دختر مردگیه شما تقاییاش مردگیه اکواش دادراش مردگیه. ای مردن تا به هیچی نه همسایه های اول شما مردگیه که همین چیز اجازت میتین. ای بناموس این روز تو در همین کار خب میکنی پگه همین چیز در سر فرزند تو میبیوه. پگه دختری تو با رنگ همین عمل همین تکرار میکنه یا بچه تو رنگ با یک چی گفت چه میگه بچه فلانی بچه همسایه کرده کو یا که میگه اوتای چیز ولی ماده شدگیه. ما را همین ماده ای دین هم دور کرد، ای فرهنگ هم دور کرد، ای مدنیت هم دور کرد. جوانای ما را بی ناموس و بی غیرت کرد رفت. ماده ای که همین روز جوانا هم ماده گفته میگردن. اگر این میگه این روز سخن من تو را درد کند، فردا سخن من تو را مرد کند. اگر جوانایی که در داخل همین اودیتور من هستین یا اینکه همین نوا را دیدستین، من برادروار برای شما مراجعت میکنم. اگر خواهین که زندگی خوب داشته باشین، خواهین که فرزندای صالح و صالحه به دنیا بیارین، خواهین که آینده فرزندا دستگیری روز آخرتتون شوه، و این گونه عمل ها دست نزنید. نو خانه دار شوید جوانای عزیز، شما از این عمل های شیطانی دوری جوین. علیش کنن این مادره، این ماده ایمان نیست. این ماده یک به ایمانا و به فرهنگ و به مدنیت های مردم اروپا. نخود آخی پیشروی میگه، نخود پیشروی به همین درجه را باشه که شو و روز در سر تخت لو بلاو کنن. مر به همه روز پدر من همون ویدیو را دیدم من سرم ویران شد. تلفن من قریب زنم مایده کنم. التماس ره نتیم به همین کارو پدر و مادرای عزیز. التماس پیش از آنه که جواناتون به یگان خواستگار میبیو مثل فرزنداتون خواستگار دادنی میشن، همین چیز در پیش ره شامونین که ما در همین چیز راضی نیستیم. الله شاهده من سه تا عزیزای خودم شوهر دادم، خواهرای خودم شوهر دادم. پیش از روزگی دادم من همین چیزا در پیش ره شامونم که سر تخت نمیبرورین، سر استولی نمیکنین، همین عملات دست نمیزنین. والله بالله تعالی قسم همین اسلوبی ها را ماندم راضی شدن. بعد گفتی او گپا دخترام دادم شونه، جیانام دادم شونه، بعد توی کردیم. ای شما وابستگی داره ای وارثا، ای شما وابستگی داره. شما غیرت و ناموستون کجا شدگیه؟
намунен ба дандонотон қапен ба дастотон қапен иҷозат натиҳен фарзандотон ба чунин беномусӣ даст зананд. ба худо мана ғам ини миҷама гирифтае ки имрӯз ҷавонои тоҷики мо то ҳамин дараҷара бемаданият шидаанд ки дар пеши падару модарои худшон лавбалав мекунанд. муред ба ҳамурустон. дуруд бар шумо дӯстон бародарони азиз. ина марҳамат, биёин ба хуртобхонаи исмоил. адресо Санкт Петербург, метро Приморский, Железноводская 68. Хуртова диден? Хеле Хуртова да ягон ҷо намебинед дигар. شما دیگه پش دیگه هم اتمه بینده تو انا نی مسافر معلم